صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه‌ای از صدای انجیل. ای خداوند مهربان و ای قادر مطلق، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز می کنیم و از تو تمنا می کنیم که بر حسب کرم خود بر ما ترحم فرما و ما را با قدرت آسمانیت یاری بده تا هیچ خطایی از ما سر نزند و هیچ جمله یا سخنی بد از دهانمان خارج نگردد و هیچ فکر ناشایست در قلب و ذهن ما راه نیابد. بگذار این زندگی را که تو به ما عنایت فرموده ای تقدیمت کنیم تا در فیض و رحمت تو قرار گرفته و در آسایش آسمانیت این زندگی را به سر آوریم. خداوندا، در این ساعت برای تک تک شنوندگان عزیزمان دعا می کنیم، برای آنانی که عشق به وجودت در قلب‌هایشان شعله‌ور و فروزان است، که ای خداوند آنان را برکت بده و آنان را یاری بده که تو را بشناسند، و برای نیازهای آنان و برای شفا و آرامش این عزیزان دعا می کنیم که خدای مهربان همونطوری که خودت وعده داده ای دست شفا بخش خودت را بر آنان بنه تا شفا یابند. بارالله، اکنون که توجه خود را معطوف به درگاه مقدست می کنیم و کلامت را می خواهیم بشنویم، استدعا می کنم که با ما سخن بگو، به ما گوشی معنوی عنایت فرما تا صدای آسمانیت را در قلب خود بشنویم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. عاشقان حق و یاران عزیز و تشنگان محبت، درود بر شما. برکت و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که متوجه محبت و حضور خدا در زندگیتون بشید و او را شکر و سپاس گویید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که با شما عزیزانم باشم و از کلام مقدس انجیل، زندگی و تعلیمات یگان نجات دهنده زنده بشر یعنی عیسی مسیح را براتون بخونم و جهت روشن شدن اذهان و آشنایی بیشتر شما عزیزان توضیحاتی نیز درباره آیات قرائت شده تقدیم حضورتون کنم که امیدوارم باعث برکت و فیض همه شما بشه. به انجیل مقدس به قلم متی حواری مراجعه می کنیم و آن را به فصل 17 می گشاییم و از آیه اول به مطالعه این قسمت از کلام خدا می پردازیم. در آخرین آیه فصل 16 عیسی مسیح
به شاگردانش وعده می‌دهد که بعضی از آنان تا او را نبینند که در ملکوت خود می‌آید ذائقه موت را نخواهند چشید. البته این گفته مسیح یک پیشگویی بود، زیرا 6 روز بعد از اینکه عیسی مسیح جملات را بیان می‌فرماید عملاً گفته‌اش به انجام می‌رسد و 8 آیه اول فصل 17 این موضوع را برای ما تشریح می‌کند. گوش کنید به آیات شریف انجیل مقدس. خدمتتون ابتدا 8 آیه را میخونم و بعد در موردش توضیح به عرضتون میرسونم. میفرماید و بعد از 6 روز، یعنی 6 روز پس از اینکه عیسی فرمود بعضی از شاگردانش او را در جلال سماویش خواهند دید، عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشت در خلوت به کوهی بلند برد و در نظر ایشان هیبت او متبدل گشت و چهرهش چون خورشید درخشنده و جامهش چون نور سفید گردید که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان ظاهر شده با او گفتگو می‌کردند. اما پتروس به عیسی متوجه شده گفت که خداوندا، بودن ما در اینجا نیکو است. اگر بخواهی 3 بیابان 3 سایبان در اینجا می‌سازیم، یکی برای تو و یکی به جهت موسی و دیگری برای الیاس. و هنوز سخن می‌گفت که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم، او را بشنوید. و چون شاگردان این را شنیدند به روی در افتاده بی نهایت ترسان شدند. عیسی نزدیک آمده ایشان را لمس نمود و گفت برخیزید و ترسان مباشید. و چشمان خود را گشوده هیچ کس را جز عیسی ندیدند. در این آیات دوستان، شاگردان عیسی مسیح شکوه و جلال او را می‌بینند. در اینجا ملاحظه می‌کنیم که 6 روز بعد از اینکه عیسی مسیح به شاگردانش وعده عجیبی میده، پتروس و یعقوب یوحنا را برمی‌دارد و بالای تپه بلند میره در جای خلوت. وقتی که آنها به عیسی نگاه می‌کردند، ناگهان ظاهر عیسی عوض میشه، به طوری که صورتش مثل خورشید نورانی شد و لباسش چنان سفید شد که مثل نور شده بود. حضرت لوقا توضیحات بیشتر و دقیق تری در این مورد به ما میدهد که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. متاسفانه این قسمت از کلام خدا غالب اوقات باعث سوء تفاهم گردیده و اشتباه تعبیر شده است. این تغییر هیبت عیسی مسیح در حقیقت نه فقط اثبات انسانیت اوست، بلکه امید انسانها می باشد. مفسرین کلام خدا هم عقیده هستند که آن ظاهری که عیسی مسیح بر اثر تغییر هیبت داشت، همان ظاهر یا بدنی خواهد بود که انسانهایی که مقدس محسوب شدند، که من و شما اگر جزو جرگه مقدسین باشیم در ملکوت خدا صاحب چنین بدنی خواهیم شد. یعنی این جسم خاکی و فانی که داریم به ملکوت جاودانی خدا راه نخواهد یافت. در آسمان ما این جسم، این گوشت رو نخواهیم داشت. چرا؟ چون این چیزها فاسد شدنی هستند. آن چیزهایی که به ملکوت خدا راه می‌یابد که غیر فانی و غیر فاسد شدنی است. بنابراین ما این جسمی که الان داریم رو در ملکوت خدا نخواهیم داشت. چه نوع جسمی خواهیم داشت؟ چه نوع بدنی خواهیم داشت؟ کلام خداوند میگه که ما صاحب بدنی تازه و پاک و نورانی و غیر فانی خواهیم بود. درست همان بدنی که عیسی مسیح در تغییر هیبتش داشت. و این تغییر هیبت مسیح همان بدن غیر فانی و پاکی است که من و شما نیز روزی صاحب آن میشویم. حضرت یوحنا در رساله‌اش فصل 3 آیه 2 میگوید ای عزیزان، حالا ما فرزندان خدا محسوب میشویم، اما معلوم نیست در آینده چه خواهیم شد. ولی همینقدر میدانیم، این را میدانیم که وقتی عیسی مسیح ظهور کند ما هم مثل او خواهیم بود، زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید. در واقع حضرت یوحنا به آن بدن جلال یافته ما اشاره می کند. در این آیات عیسی مسیح را می بینیم که با بدنی جلال یافته با موسی و الیاس مشغول گفتگو هستند. می فرماید صورتش چون نور خورشید درخشنده بود و ردایش چون نور سفید گشت. نوری که از چهره او تابان بود از درون او بود، نه اینکه نوری بر او تابیده شده بود. بعضی از مفسرین میگویند این چهره‌ای که مسیح داشت و این لباس نورانی که عیسی مسیح داشت درست مثل همان لباس و چهره‌ای بود که حضرت آدم و حوا در ایامی که در باغ عدن بودند و هنوز گناهی نکرده بودند و از درگاه خدا رانده نشده بودند و همیشه با خدا مشارکت داشتند. این تا این اونه. نور حق
بر آنان تابان بود، به طوری که خودشون متوجه نبودن که عریانن. ولی کتاب مقدس میگه همین که آدم و حوا خطا کردن و مرتکب نافرمانی شدن، از آن مشارکت مقدس با خدا و از آن چهره و لباس نورانی معنوی نیز محروم شدن و آن وقت بود تازه کتاب میگه که متوجه شدن که عریانن. کلمه تغییر هیبت به معنی تغییر از اصله، نه فقط ظاهر. درست کلمه است که برای تغییراتی که یک کرم ابریشم در زندگیش داره به کار برده می شود. شما وقتی که به یک کرم ابریشم نگاه کنید که چقدر زشته، ولی بعدن که تغییر هیبت میده به یک پروانه بسیار زیبا تبدیل میشه. به عبارت دیگر توسط این تغییر هیبت مسیح به بشریت امید عطا میکنه و میگوید که اگر شما نیز در ملکوت الهی باشید، ایامی خواهد آمد که صاحب بدنی پاک، مقدس و جاودان و نورانی خواهید بود، بدنی غیر فانی. در آیه 3 میگوید که ناگهان موسی و الیا ظاهر میشن و با عیسی به گفتگو میپردازن. غالبا سوال میشه که چرا موسی و الیاس در اینجا ظاهر میشن؟ جواب بسیار واضح است. حضرت موسی نماینده و آورنده شریعت خدای تعالی و قوانین آسمانی بود و الیاس هم نماینده انبیا و پیغمبران خدا محسوب میشه. حضرت موسی فوت شد و خدا او را در بالای کوه سینا در جای نامعلومی دفن کرد تا مقبره او مورد پرستش انسانها قرار نگیرد، زیرا تنها خدا را باید پرستید و خداوند برای این امر بود که اجازه نداد که یهودیان بدانند که موسی در کجای کوه سینا خاک خواهد شد. اما الیاس نبی توسط عرابه آتشین به آسمان رفت و طعم مرگ را نچشید. ظهور این دو نماینده خدا به عنوان شاهدان انبیا و شریعت در آشکار شدن جلال مسیح و کار او بر روی صلیب تعبیر میشه و در صلیب اوست که میتوانیم علت را به خوبی دریابیم. حالا وقتی که پتروس متوجه این اتفاق استثنایی میشه و آن همه نور و عظمت و جلال را میبینه و موسی را میبینه، الیاس رو میبینه، برمیگرده به عیسی میگه که ای استاد، بهتره که در اینجا 3 سایبان بسازیم، یکی برای تو، دیگری برای موسی و دیگری برای الیاس. به عبارت دیگر یک زیارتگاه درست کنیم و وقتی به مردم بگوییم که موسی و الیاس هم اینجا ظاهر شدن، همه خواهند آمد. زیارتگاه میشه. ولی عیسی مسیح عقیده پتروس رو رد میکنه. چرا؟ چون میداند که چگونه مردم به جای اینکه عملا خدا را بپرستند، زیارتگاه ها را خواهند پرستید. علت دوم مخالفت مسیح این بود که موسی و الیاس در یک مقام با مسیح نیستند و در واقع اگر پتروس با تقاضای درخواستش که به مسیح گفته بود یک کمی تأمل میکرد، متوجه شده بود که در واقع مسیح را همپایه موسی و الیاس کرده بود. ولی مسیح همپایه موسی و الیاس نبود، پس مسیح عقیده پتروس را هم رد میکنه. پتروس داشت سخن میگفت که ناگهان یک ابر درخشنده بالا سرشون میگیره و از ابر صدایی میاد که میگوید این است فرزند حبیب من و من از او کاملا راضی هستم، از او اطاعت کنید. ندای الهی بار دیگر مستقیما از آسمان شنیده می شود. ندای جاودانه خدای تعالی گوشها و چشمان بینندگان را نوازش می کند. ولی قدرتی که در آن بود، قدرت کلام خدا، آنچنان بود که هر انسان را به زمین می اندازد. کلام خدا پرقدرت است. وقتی ندای آسمانی شنیده می شود، ترس وجود رسولان مسیح را می گیره، به طوری که هیچ کس نمی توانست در برابر حتی شنیدن صدای خالق مطلق بایسته. در کلام خدا قدرت عظیمی وجود دارد که وقتی که می شنویم شنیده می شود، کلامی که ما را خورد می کنه. شاگردانش وقتی که ندای خدا را می شنوند با صورت به خاک می افتند. می ترسند، می لرزند، ترس تمام وجودشون رو فرا گرفته بود. عیسی به شاگرداش نزدیک میشه و با دست خودش روی آنها میگذاره و میگوید بلند شوید، نترسید. آنها وقتی چشمان خود را باز میکنن جز عیسی کسی را ندیده بودند. این اتفاق شاگردان مسیح را مات و مبهوت کرده بود. عیسی متوجه حیرت و سکوت آنان شده بود. پس وقتی که از کوه داره پایین میاد، رو به آن 3 شاگردش کرده میگوید این موضوع رو فعلا نمیفهمید، بنابراین فعلا به کسی نگویید. از آیه 9 الی 13 خدمتتون میخونم. و چون ایشان از کوه به زیر می آمدند،
عیسی ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان برنخیزد زنهار این رویا را به کسی باز نگویند. شاگردان از عیسی پرسیدند پس چرا کاتبان میگویند که میباید الیاس اول آید؟ او در جواب گفت البته الیاس میآید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود، لیکن من به شما میگویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با او کردند. به همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید. آنگاه شاگردان دانستند که عیسی درباره یحیای تعمید دهنده به ایشان سخن میگفت. در آیه 9 عیسی مسیح شاگردانش را منع میکنه که این رویا را، این مکاشفه را تا وقتی که از مردگان برنخیزد به کسی نگویند. حالا سوال میشه که چرا باید تا آن موقع سکوت کنند و بعد از رستاخیز درباره آن با دیگران صحبت کنند؟ جوابم خیلی واضح است. چرا؟ چون این تغییر هیبت مسیح قسمتی از انجیل است و نشان میدهد که عیسی مسیح چه کسی است. او آن بره خداست که گناه جهان را برمی‌دارد و در این ایام او میرفت تا روی صلیب جان بدهد و به خاطر گناهان ما فدا شود. حالا موضوع این است که این بره قربانی بایستی بدون هیچ عیب و نقص و لکه و خطا باشد و در اینجا او را میبینیم که در کاملیت به سوی صلیب میرود. هیچ عیب و نقصی در او نیست، کاملا نورانی و پاک. حالا مردم نمیتوانستند معنی این تغییر هیبت مسیح را درک کنند. چرا؟ چون متوجه مقصود و هدف نهایی عیسی مسیح هنوز نشده بودند. یعنی هنوز نمیتوانستند بفهمند که چرا عیسی مسیح باید مصلوب شود و بمیرد. اما پس از مرگ و رستاخیزش برای اولین بار متوجه واقعیت میشوند. و دوستان عزیز، آن وقت است که آنان به امید واقعی خود پی میبرند. باید بگویم که امید بشر علوم و دانش نیست. امید بشر تحصیلات هم نیست. برعکس این علوم و دانش چه بسا به ضرر ما و به نابودی دنیا تمام شود. امروزه بر اثر پیشرفت دانش و طب بشری انسان با ساختن بمب‌های شیمیایی قادر دنیا را نابود کنه. آلودگی در دنیا و باران‌های اسیدی جنگل‌ها و مراتع را نابود ساخته و بیماری‌های تازه‌ای را به جهان عرضه کرده است. امید بشر در علوم و دانش و تحصیلات نیست، در ثروت نیست. امید حقیقی بشر فقط در آن بره خداست، در عیسی مسیح مقدس است که به این جهان آمد تا ناامیدی‌ها و گناهان بشر را برداره، تا کفاره گناهان را بپردازد و ما را نجات بخشد. باشد که شما نیز او را بشناسید. حالا شاگردان متوجه میشن که مسیح کی هست، ولی تعجب میکنن. برمیگردن به مسیح میگن که ای استاد، کاتبان و یا روحانیون یهود اصرار میورزن که حتما قبل از ظهور تو الیاس پیغمبر باید دوباره ظهور کنه. عیسی در جواب آنان میگوید البته که الیاس باید بیاید و کارها را رو به راه کند و در واقع آمده است، ولی کسی او را نشناخت و با او بدرفتاری کردند. و بعد میگوید با من هم همینطور بدرفتاری خواهند کرد. آن وقت شاگردانش فهمیدن که عیسی در اینجا درباره یحیای پیغمبر صحبت میکنه. حالا این آیات خیلی فکرها را به خودش مشغول کرده. مردم سوال میکنن که آیا واقعا یحیای تعمید دهنده همان الیاس بوده؟ جواب این است که خیر. اما آنچه که عیسی مسیح در اینجا میفرماید اینه که میخواد ثابت کند که ظهور مسیح در دو نوبت صورت خواهد گرفت و بار اول که آمده باید جفا ببیند و کشته شود و یحیی پیشرو بوده، همونطور که در بار دوم وقتی که برای برقراری ملکوت خودش خواهد آمد الیاس پیشرو مسیح خواهد بود و آن موقع است که همه او را به عنوان مسیح موعود خواهند پذیرفت. در واقع عیسی مسیح میگوید اگر مردم مرا در بار اول الان به عنوان ماشیه یا مسیح موعود بپذیرند، بدانید که یحیی همان الیاسه. ولی چون نپذیرفتند مرا میکشند، بار دوم که بیام مرا به عنوان ماشیه یا مسیح موعود خواهند پذیرفت و البته آن موقع الیاس هم میآید. بعد از این گفتار از آیه 14 ما با معجزه دیگری یعنی شفای یک پسر قشیر روبرو میشویم که 7 آیه بعد را به خود اختصاص داده است. لطفاً به آیات کلام خدا توجه فرمایید. میگوید و چون عیسی به نزد جماعت رسید، شخصی پیش وی آورده نزد او زانو زده عرض کرد که
خداوندا بر پسر من رحم کن، زیرا که مصروع است و به شدت متلاطم است، چنان که بارها در آتش و مکررن در آب می‌افتد. و او را نزد شاگردان تو آوردم، لیکن نتوانستند شفا دهند. عیسی در جواب گفت: ای فرقه بی ایمان و کج رفتار، تا به کی با شما باشم و تا کی متحمل شما گردم؟ و سپس فرمود: او را نزد من آورید. پس عیسی دیو را نهیب داده و دیو از وی ظاهر شد و در آن ساعت آن شاگرد شفا یافت. اما شاگردان نزد عیسی آمده و در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی ایشان را گفت: به سبب بی ایمانی شما. زیرا هر آینه به شما میگویم اگر ایمان به قدر دانه خردلی می داشتید، بدین کو می گفتید از اینجا به آنجا منتقل شو، البته منتقل می شد و هیچ امری محال نمی بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. شاگردان پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی ایشان را گفت: به سبب بی ایمانی شما. زیرا هر آینه به شما میگویم اگر ایمان به قدر دانه خردلی می داشتید، بدین کو می گفتید از اینجا به آنجا منتقل شو، البته منتقل می شد. زیرا هیچ امری محال نیست. در این آیات می بینیم که وقتی عیسی مسیح همراه پتروس و یعقوب و یوحنا به دامنه تپه می رسند، جمعیت زیادی رو می بینند که همه منتظر مسیح بودن. مردی میاد جلو و جلو عیسی زانو میزنه و میگه که ای استاد، به من رحم کن، به پسرم رحم کن. پسر من غشیه و حمله های سخت به او دست میده، به طور که خودش رو توی آب و آتش میاندازه. حالا من آوردمشون پیش شاگردات تا شفا پیدا کنن، ولی شاگردات نتونستن او را معالجه کنن. عیسی جواب میده: ای ملت بی ایمان، ای ملت بی ایمان و ناموتی، تا کی رفتار شما را یا تا کی بی ایمانی شما و ناموتی بودنتون رو تحمل کنم؟ و بعد میفرماید پسر را پیش من بیاورید. پس پسر را پیش عیسی مسیح میآورند. آن وقت عیسی مسیح با کلام پرقدرت خودش روح ناپاکی را که در پسر بود نهیب میده و آن روح از پسر بیرون میشه و از همان لحظه در برابر چشمان صدها نفری که جمع شده بودن آن پسر خوب میشه و غشی او از بین میره. شاید این یکی از سخت ترین حالات شخصی بود که اسیر دیو شده بود. و همچنین میبینیم که در اینجا باز عیسی مسیح با کلامی شفا میبخشه. چقدر جای تأسف بود برای شاگردان مسیح که نتوانستن خودشون آن را شفا بدن. دوستان عزیز، همونطوری که قبلا هم بیان کردم، اگر ما طالب شفا هستیم، بایستی این را بدونیم که اگر کوچکترین شک و تردیدی در ایمانمان نسبت به قدرت خدا باشه، هرگز موفق نمیشویم که کاری را انجام بدهیم. شرط شفا از جانب عیسی مسیح ایمان بدون شک و تردید است. اگر در ایمان شخص کوچکترین شک و تردیدی باشه، آن شخص قادر نخواهد بود شفای خود را بیابد. هر وقت کسی که به حضور عیسی میاد، آن شخص با ایمان به این که مسیح قادر شفایش ببخشه پیش آمده، آن وقت مسیح رو شفا داده. انجیل مقدس نشان میدهد که ایمان عامل شفا است. ایمان عامل شفا است، نه نظر و نیاز. و در این آیات میبینیم شاگردان مسیح وقتی این حالت وحشتناک و تأسف آور و خطرناک پسر رو میبینن و متوجه میشن که حالت این پسر نسبت به سایر مریضان بسیار وخیمتر و سخت‌تر، مشکوک میشن، شک پیدا میکنن، با خودشون میگن که این دیگه خیلی مشکله، راستی ما میتونیم اون رو شفا بدیم؟ همین سوال کردن، همین شک کردن، همین سوال که در فکرشون خطور میکنه سبب میشه که شک و تردید در ایمانشون به وجود بیاد. مسیح آنان را به خاطر شک و تردیدی که به خود راه دادن شدیداً نکوهش میکند و میگوید ای نامطیعان، ای کم ایمانان. مسیح بارها از آنان خواسته بود که شک و تردید را از خود دور کنند. بارها با آنان درس اعتماد و ایمان داده بود. سالها با اینا بود و با آنها تعلیم داد که چگونه اگر بدون شک و تردید از خداوند تمنایی کنند جواب را خواهند یافت. زیرا ایمان وقتی که شخص داره یعنی که ما هیچ هستیم و همه چیز خداست. وقتی که ما میگویم که ایمان به مسیح بیاور یعنی که خودتو هیچ کن، خودتو منکر شو
و از هر نوع قدرت و قابلیت کاری که در خود داری بگذر. همه رو تسلیم مسیح کن و همه رو به دست مسیح بسپار و بگذار که مسیح برات کار کنه. ایمان کامل، ایمان که بدون شک باشه، زندگی ما را منقلب میکنه، دگرگون میکنه و از همه مهمتر حیات جاودان عطا میکند. دوستان عزیز، ایمان میتواند زندگی من و شما را امروز عوض کند و یک انقلاب روحانی در ما به وجود آورد. ولی سوال مهم این است که آیا اگر عیسی مسیح امروز شما را ملاقات کند، به شما نخواهد گفت که ای کم ایمانان و ای نامطیعان، تا به کی صبر و تحمل شما را داشته باشم؟ آیا شما عملاً در زندگیتون شک و تردید به قدرت خدا، به کارهای خداوند در عیسی مسیح ندارید و کارها و قدرت خدا که امروز میتونید در زندگیتون انجام بده، آیا شما نسبت به آنها شک ندارید؟ اگر صادقانه کلاهمون رو قاضی کنیم، بایستی بپذیریم که ما انسانهایی هستیم بسیار مشکوک، ذاتاً مشکوک هستیم. ولی کلام خداوند نشان میده که هر نوع شک و تردید ابتدای لغزش در ایمانه. و ای عزیزان، دعای من اینه که خدا کنه که از بی ایمانی دست بکشیم، زیرا شک و تردید گلوله های اهریمن هستند که ایمان را در قلب ها میکشه و نابود میکنه. چه خوب است که خود را امروز تسلیم او کنیم و با ایمان کامل به سویش بیاییم و از او بخواهیم که ما را در ایمانمون قوی سازد. اگر این کار را بکنیم و اگر از خداوند تمنای کمک کنیم، امروز قادریم قدرت و حضور خدا را در زندگی شخصیمون ملاحظه کنیم. خداوند وعده داده است که در عیسی مسیح هر روز با ما باشد. هر روز شما می توانید لطف خدا را درک کنید. من برادرتون تا برنامه دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در زندگیتون موفق باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.